guys, here is a book fair, international day. This is one part of book fair. This is a correct child and teenager. ببین چه سرم این نقشه ایرانه. ما اومدیم با استفاده از تصویرها یعنی آثار تاریخی استانی با مشاهیر خاصش. یعنی چی؟ یعنی شخصیت‌های مهم هر استان. اون استان رو به بچه‌ها یاد بدیم که تو حافظه بصری بچه‌ها بمونه. خب یکی این. حالا واسه بچه‌هایی که از 7 سال به بالا هن میتونن اطلاعات بیشتری رو راجع به استانا بخونن. میایم چیکار می‌کنیم؟ علاوه بر اینکه به آثار تاریخیشون اشاره کردیم، به آدمای مهم منطقه، به محصولاتشون، به لباس محلی، به آداب و رسومشون هم اشاره کردیم. توی قسمت مبارکه توضیحات بیشتری رو دادیم نسبت به اون استانا. این هم باز نقشه تصویریه که بچه‌ها بتونن راحت‌تر تو ذهنشون ثبت شه. و این نمونه هم اینه که شما با نقشه ایران، با نقشه کشوره بتونی بهتر آشنا بشی. هر استان توابع خاص خودشو داره. خب این نقشه ایران ما که شامل تمام این استان‌ها. حالا هر کدوم از این استان‌ها شهرهای خاص